بینندگان عزیز، من در آرامگاه استاد عینی قرار دارم که با کوشش و تلاش مقامات شهر دوشنبه این آرامگاه آباد کرده شده است و در این باغ عینی که نام برده می شود آرامگاه استاد عینی درست کرده می شود و تنها در اینجا قبر استاد عینی باقی خواهد ماند و همین جایی که من صحبت دارم زیر این قبر استاد عینی قرار دارد و روی آن سنگ قبر که آماده شده است نیز همینجا گذاشته می شود. مقامات میگویند قبرهای دیگری چهره‌های معروف کشور که در اینجا قرار داشتند به قبرستان لوچاب کوچانیده شدند. باغ به نام استاد صدرالدین عینی هست. مقبرشون، قبرشون، هیکلشون در این جایگیر میگرد. البته باغ که به نام استاد صدرالدین عینی هست تنها قبر استاد عینی جایگیر میشه. فعلا بعضی قبرهای چهره‌های سرشناس به آرامگاه لوچاب آورده شده، در بعضی مقبره‌ها نام و بعضی دیگر ناتمام مانده‌اند. همونطوری که ما پیشتر به شما از باغ عینی ایستاده به شما صحبت کردیم که قبر برخی از چهره‌های ادب و فرهنگ تاجیکستان که به لوچاب کوچانیده شدند در اینجا جایگیر کرده شدند و بعد از تعمیر و ترمیم و درست شدن رسما این باز کرده میشد و معرفی کرده میشود و همینطور قبر بابا جان غفوروف و قبر رسولوف، قبر باقی رحیم زاده، این از چهره‌های معروف ادب و فرهنگ و ارباب سیاسی تاجیکستان در همینجا جای داده میشن. همچنین قبر فرزندان استاد عینی نیز به همینجا کوچانیده شدند و در همینجا گذاشته میشن و من بعد اینها در همینجا همچنین یک زیارتگاه مردم نگاه داشته میشن و حفظ کرده میشوند. بعد آخر سالهای 1970 عادت شد که برخی چهره‌های آبرومند جمهوری در آرامگاه لوچاب به خاک سپرده شوند و یکی از اولین ها مرزا ترسنزاده بود که در این مکان به خاک سپرده شد. بعداً این آرامگاه تدریجاً به مکان آخرت نویسندگان و عالمان و خادمان دولت تبدیل شد. با شروع برنامه نوسازی باغ که قرار است یک مکان تفریح و فراغت شود، مقامات در فکر کوچانیدن قبر این شخصیت‌های سرشناس شدند. از جمله برخی نزدیکان این چهره‌ها الکی در ملاقات با مقامات نظر و اندیشه‌های خود را در این زمینه اظهار کردند. دیروز کوچاندن دعوت نکردن لیکن گفتن که ما قاعده‌ای کردیم، همه رو گوسفند کشتیم در لوچاب، گوسفند کشته قاعده‌ای همه رو کوچاندیم. ضمناً باغ عینی در شهر دوشنبه آخر سالهای 1950 عصر گذشته بنیاد شده. در آنجا نخست جسد صدرالدین عینی اساسگزار ادبیات شوروی تاجیک دفن شده است. این باغ طبق طرح منویلوف ساخته شده است. در سالهای 1980 در قلمرو این باغ که مساحتش حدود 6 گکتار می باشد بازسازی انجام شده بود، ولی اخیراً مقامات شهرداری تصمیم گرفتند که این باغ باید نمود تازه به خود بگیرد.